رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با جریان اجرای کارهای تأسیس بیمارخانه‌های تبابت بیماران گرفتار ویروس سیرویتی کرونا ویروس کووید 19 در حدود شهر دوشنبه شناس شدند. نخست رئیس شهر رفتی کارهای ساختمانی و آمادگی را در بینای بلندوشانه ساختمانش ناتمام که همچون بیمارخانه برای تبابت بیماران سیرویتی پیش بینی شده است از نظر گذرانیدند. مورد با ذکر است که کارهای ساختمانی در بینای مذکور ماه اپریل سال 2018 آغاز گردیده میدان عمومی ساختمان مساحت 10355 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بینای مذکور از 8 آشیانه و تاخانه عبارت بوده در آن 3 عدد لیفت، حجره‌های تکنیکی، اتاق‌ها برای قبول و تبابت بیماران، اتاق‌های کاری طبیبان و دکتران صحوی، تشخیصگاه، اتاق‌های مخصوص برای نگهداری داروواری و تجهیزات طبی، تالاری ورزشی و مجلسگاه، آشخانه زمانوی، اتاق‌های شستشویی و دیگر انشاءات ضروری پیش بینی شدند. حالا در بنا آخرین کارهای ساختمانی انجام داده شده است. رئیس شهر در جریان بازدید از انشاءات مقامات داخلدار و مسئولین ساحه را وظیفه‌دار نمودند که با در نظر داشت وضع امروزه جهانی معاصر کارهای ساختمان و وصلگری و رنگ و پرداز بنا را در مهلت 1 ماه به انجام رسانیده آن را برای معالجه تا 200 نفر گرفتاران بیماری‌های سیرویتی با تمام شرایط معاصر زمانوی به خصوص متخصصان بلند اختصاص صاحب تجربه، تجهیزات طبی و داروباری بلند صفت برای استفاده بری آماده نمایند. خود همین روز رئیس شهر جریان کارهای آمادگی و تشکیلی را در بیمارخانه دیگری تبابتی برای بیماری‌های سیرویتی علل خصوص بیماران سیرویتی کرونا ویروس کووید 19 از نظر گذرانیدند. باید تذکر داد که بیمارخانه در بینای 6 آشیانه حاضر زمان در مساحت بیش از 14200 متر مربع جایگیر بوده. از 110 اتاق معالجوی و 24 اتاق کاری طبیبان، کابینت‌های داروگذرانی و تبابتی صحوی، آشخانه زمانوی برای 200 نفر در یک وقت و دیگر اینفراساختوری ضروری عبارت میباشد و در نزدیکترین فرصت با کت‌های خواب و داروواری و تجهیزات طبی معاصر مجهز گردانیده می شود. ضمن بازدید رئیس شهر برابریت و مسئولین ساحه تندرستی اینچنین دیگر ساختارهای داخلدار دستور دادند که بیمارخانه مذکور را در مهلت 3 روز برای قبول و معالجه 600 نفر اشخاص گرفتار ویروس سیرویتی کرونا ویروس کووید 19 با تمام انواع داروواری، لوازمات ضروری طبی و کارمندان ورزیده ساحه تیار کنند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با نظرداشت وضعیت به معلوم آمده تصمیم گرفته است که جهت معالجه بیماران گرفتار ویروس سیرویتی کرونا ویروس کووید 19 در کوتاه‌ترین مهلت از حساب امکانات و ذخیره‌های موجوده در حدود شهر دوشنبه به طور علاوه‌ای بیمارخانه‌های تبابتی را با بیش از 3000 کت خواب با مهیا کردن تمام شرایط معاصر زمانوی به خصوص متخصصان بلند اختصاص صاحب تجربه، تجهیزات طبی و تامینات داروواری بلند صفت تشکیل کند.